سلام. من امروز خیلی خوشتیپ کردم اومدم سر کار، چون قراره که یه سری ویدیوهای جالب بگیرم واسه یه پیج اینستاگرامم و دارم میگیرمشون. قراره 10 روز در مورد نکاتی که ما باید توی هیچ هایک کردن بهشون توجه کنیم صحبت کنم. حالا من این نکات رو چجوری فهمیدم؟ همه رو با تجربه. اصولا من آدمیم که خیلی به حرف بقیه گوش نمیدم و گوش ندادم و ترجیح دادم که خودم تجربه کنم هر چیزی که میخوام. حالا امروزم میخوام در مورد اولین هیچ هایک تنهایی که خودم انجام دادم براتون بگم، در صورتی که تا حالا قبلا هم هیچ هایک نکرده بودم. اگه اپیزودهای قبلی رو دیده باشین، من در مورد اولین سفر تنهایی که رفتم و مدت طولانی بود براتون گفتم که از قزوین رفتم کرمان، سیرجان، قشم، هرمز. موقع برگشت از این سفر من تصمیم گرفتم که هیچ هایک کنم. حالا اینکه چرا نمیدونم، واقعا خیلی تصمیم یهویی گرفتم. هیچ برنامه‌ریزی براش نکرده بودم. جوری بودم که من باید با هیچ هایک کردم برگردم این بار. توی همون سفرم به کرمان، اون آقایی که مسئول اقامتگاه خاتون بود، آقا مهدی، یه گروهی رو به من معرفی کرد توی تلگرام که این گروه داخلش هیچ هایک‌های آنلاین انجام میشه. یعنی که یه عالمه راننده هستن، از راننده کامیون بگیر تا راننده ماشین شخصی، مبدا و مقصدشون رو میگن توی گروه و هر کسی که اون مسیری بخواد بره باشون میره. اونا هم نمیخوان اصولا تنها برن، برای همین این کارو میکنن. و یه عالمه مسافر مثل من تو اون گروه بود که اونا هم برای اینکه بخوان از یه جایی به یه جای دیگه برن مبدا و مقصدشون رو میذارن و اگر راننده اون مسیر رو بره بهشون پیام میده. به نظرم خیلی جالب بود، چون گفتم که حداقل یه جایی که من از قبل میتونم یه مثلا دیدی از راننده داشته باشم، یا ممکنه بقیه هم بدونن خب من دارم با این راننده میرم، میتونه یه ذره امن‌تر باشه شاید. اما ذهن خیال باطل. 1-2 روز مونده بود به اینکه برگردم، یعنی تصمیم داشتم که برگردم. توی این گروه یه پیام گذاشتم، گفتم من از بندرعباس میخوام برم تا تهران. یعنی دختر تو نمیخواستی یه لحظه مقدار کیلومتر اینجا رو نگاه کنی ببینی چقدر راهه؟ تو یه روزه که قرار نیست برسی، اونم با کامیون، با تریلی. اینا خیلی آروم میرن به خاطر اینکه بارشون سنگینه، ماشین سنگینه و جاده هم مثلا یه سری جاها خیلی پیچ در پیچه یا مثلا گردنه است، اصلا نمیتونن تند برن. و من هیچ ایده‌ای نداشتم چقدر ممکنه طول بکشه. من فقط گفتم که آره من از تهران میخوام برم تا بندرعباس. خیلی پررو میخواستم همشم با هیچ هایک برم. یه چند تا راننده بهم پیام دادن، منم یه نگاهی کردم و باشون صحبت کردم و اینا. یه آقای به اسم اکبر گفت من میرم، به من خبر بده، من ساعت 12 ظهر میخوام راه بیفتم. گفتم باشه. حالا دوست من مهنا میگفت دختر حالا بیا تنهایی نرو، هیچ هایک نکن، اولین بارته، تا حالا این کارو نکردی. از اونجایی که من سر کارم و سر کار ویدیو میگیرم، الان محمد من سلام کردم، من مهنا میگفت بابا نرو، دیوونه نشو، الان چرا میخوای هیچ هایک کنی؟ خسته کوفته 1 ماه سفر بودی. بعد من خریدم کرده بودم و یه عالمه یه مشمع بزرگ نصف خودم خریدم، همرام بود، یه کوله که همرام بود، خودم هم خسته بودم، 1 ماه بود سفر کرده بودم دیگه. بعد به مامانم هم که گفتم، مامانم به شدت مخالفت کرد، گفت تو رو خدا با هیچ هایک و اینجور داستانا نیا، من میمیرم تا تو بیای. همون با قطار بیا، با وسیله نقلیه عمومی بیا، درست این آدم پاشو بیا خونه. اما از اونجایی که اول اپیزودم گفتم من آدم حرف گوش کنی نبودم. من حتی تو اون صبحی که بیدار شدم من به این اکبر خبر نداده بودم. ساعت 11:30 12 بود، من یهو این شکلی شدم که بذار حالا یه پیام بهش بدم رفته یا نرفته هنوز. بهش پیام دادم، گفت من تازه دارم راه میافتم. گفتم وای میستی من خودم رو برسونم بهت؟ حالا مثلا من تو جزیره قشم یه جایی بودم به اسم سوزا که بعد از اونجا با اسنپ میرفتم تا خود قشم، بعد از قشم با شناور میرفتم میرسیدم بندرعباس که بتونم برم سوار ماشین اکبر بشم. گفتش که اگه میای بیا، من منتظرت میمونم. پاشدم کوله رو همه چی رو جمع کردم، به دوستم گفتم که من دارم میرم با اکبر. مهنا گفتش که فقط تو رو خدا هی به من خبر بده که کجایی چی کار میکنی. من
نگرانم. گفتم که اوکیه باشه، من بهت خبر میدم. این یه مقداری از راه هم رفته بود، یعنی گفتش که من نمیدونم اسم اونجا چی بود، فکر کنم گفت من تو پلیس راه بندر عباس رفتم، تا یه جایی هم رفته بود که من تازه بعد از مثلا بندر عباس هم پیاده میشدم برسم به اون تو اون جاده. گفتم باشه من دارم میام. و این مسیری که من از سوزا برسم تا بندر عباس و بعد برسم به اکبر حدود 2-3 ساعتی طول کشید و این 2-3 ساعت رو منتظر موندم تا من برسم. من از راهی که داشتم از سمت سیرجون می اومدم بندر عباس که بیام قشم، همون بندر عباس که رسیدم رفتم پاساژ خریدی بکنم. یه پسر اونجا تو پاساژ منو دید و اینا، گفت شماره تو میدی و فلان و اینا. گفتم خب باشه بیا شماره‌ام بگیر. تو راه برگشت من که داشتم از توی شناور میرفتم برسم بندر عباس، به پسر زنگ زدم گفتم آره من اون دارم میرسم بندر عباس و اینا، به این خیال که شاید منو برسونه تا پیش اکبر. هیچی، پسره با دوستش اومد دنبال من دم اسکله. آخه خیلی وسیله داشتم، باید همچین حرکتی میزدم. الان 1-2 تا فکر کنم مشتری اومد، برم اینا رو هندل کنم برمیگردم. آره بعد هیچی، اینا اومدن دنبال منو، یه جوینتی هم پیچیدن و کشیدن دیگه. هیچی، ما حالا گفتم که آقا مثلا آره من دارم هیچ هایک میکنم و بعد برسم به اینجا و اینا گفتم مثلا ساعت 4:30 بود. اینا گفتن که ما باید 5 سر کار باشیم، نمیتونیم برسونیمت و اینا، ولی تا نصف راه میتونیم برسونیمت. گفتم باش. نصف راه خودش نیم ساعت بود که من برسم به اکبر همه زنگ میزد کجایی داری میای، میگفتم آره به خدا دارم میام وایسا. سوار ماشین اینا شدیم و رفتیم تا اونجا. یه میدونی بود، اسمش هم دقیق یادم نیست، ولی اگر یادم اومد این پایین مینویسم براتون، این بغل یعنی. بعد تابستون بود دیگه، من یه تیشرت پوشیده بودم و موهام قرمز بود، چتری بسته بودم، گوجه‌ای کرده بودم ولی چتری داشتم. همه آدمایی که اونجا بودن سر اون میدون، آدمای محلی میومدن جلو میگفتن هلو هلو هلو. من اینجوری بودم که سلام. بعد میگفتن ایرانیه که کجا میخوای بری؟ من گفتم با میخوام برم اینجا، اون جایی که اکبر وایساده بود که من برسم. بهم نشون دادن که اونجا مثلا یه سری ماشین خطی هستش که منو میتونن ببرن. گفتم باشه دیگه الان دیره، بذار یه ماشین بگیرم برم. ماشینه رو گرفتم و رفتم و رسیدم به اکبر و اینا، سوار شدم. حالا هم استرس داشتم، همینجوری بودم این چه کاری بود من کردم. 1001 احساس عجیب توی من بود در عین واحد. همین شکلی بودم که خب الان شروع شد دیگه، الان دارم میرم و دارم جدی میرم و دارم جدی هیچ هایی که طولانی میکنم. وای بعد اینجوری بودم که نه، بعد ظاهرم مثلا حفظ میکردم که نه من استرس ندارم و خیلی کول و اینا برمی بودم و ولی از درون داشتم این شکلی بودم. تو راهی هم که برسم به این اکبره استوری گذاشته بودم که آره من دارم یه کار جدیدی میکنم و اینا. مامانم از رو استوریا فهمید که من دارم هیچ‌هایک میکنم. بعد بهم زنگ زد گفت هیچ‌هایک کاری میکنی؟ آره. گفتم علی. گفتش که من یادم نمیره هیچ وقت بنده خدا رو. وای گفت تو رو خدا آدم خوبی هست، چجوریه؟ به من خبر بدی یا از حال خودت منو با خبر بذاری یا. گفتم باشه نگران نباش، همه چی اوکی خوبه. همه چی هم اوکی خوب بود. تا یه جاهایی البته. این سفر یه جوری صبر منو لول اپ کرد که یعنی 5 سال از زندگی که تو بگا بری میتونه اینجوری صبر تو رو ببره بالا. خیلی عجیب بود این هیچ هایکی که من کردم. یعنی فقط میتونم بگم که نیروهای ماورایی، خدا، نمیدونم، یه سری چیزایی منو نجات دادن، وگرنه اصلا هر کسی دیگه اسم میکنم جای من بود شاید کونسفیدیه، شاید خوششانسیه، شاید خدا هوامو داره، شاید من مثلا یک گاردینایی دارم، نمیدونم چی، اما همه اونا دست به دست هم دادن که من زنده و سالم از این هیچ‌هایک بیام بیرون.
این ویدیو یکم بیشتر از اون چیزی که باید طول میکشه، پس من تا اینجا ویدیو رو استاپ میکنم. بقیه ویدیو رو هفته دیگه براتون میذارم. اگر برات جالبه بدونی که چه اتفاقی با اکبر میفته، ویدیو رو دنبال کن.